یه روز یه خانومی بهم پیام داد، گفت که شوهرم کارگره، شبا وقتی میاد خونه عصبی و خشمگینه، خیلی سعی میکنه جلو خودشو بگیره، با من و بچه‌م درست رفتار کنه، ولی با کوچکترین حرفی به هم میریزه و عصبی میشه. چیکار کنم؟ بهش گفتم که بذار اینجوری بهت بگم، اگه زنبورا مثل مگس ها مفت میخوردن و میخوابیدن و کارگری نمیکردن، هرگز کسی رو نیش نمیزدن. کارگری همه رو خسته و خشمگین و عصبی میکنه. کارگر شب میره خونه اعصاب نداره. چرا؟ چون از صبح تا شب کار میکنه، میبینه یه اسباب بازی ساده نمیتونه برای بچهش بگیره، عصبی میشه. توی محل کار یه عقده‌ای که با پول و پارتی و زد و بند مسئول شده بهش زور میگه، چون میترسه اخراج بشه میریزه تو خودش. شب با کوچکترین حرف بچهش یا همسرش از کوره متاسفانه در میره. کارگر عصبیه چون هیچ امیدی به فردا نداره. نه تنها شوهر تو، هممون اینجوریم، همشتی.